ساکنان تاجیکستان به پیوسته محدود شدن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی عادت کردند. اما این بار و طول یک ماه می شود دسترسی را به صفحه‌ها و برنامه‌های اینترنتی سر استفاده در تاجیکستان محدود کردند. بنابر سرعت پست اینترنت، فیلتر شکن‌ها نیز در باز کردن صفحه‌ها ضعیفند. سرعت اینترنت واقعا هم پست است. مردم از این خسته می شوند. البته دسترسی را برای ما برقرار کردند، اما به این صفحه ها وارد شدن تقریبا غیر امکان است. گفتند طریق VPN داخل شوید. VPN ترافیک را 2 برابر بیشتر صرف می کند، اما نتیجه نیست. اینترنت به حدسوس است، برای که اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمیشد. وقتی در دیگه برای مسنجرهای همه نویسیم ثبت این باید 1 ساعت میره. مشکلی اساسی این است که صفحه های تاجیکی با VPN هم باز نمی شوند. اینها اساساً وبسایت های خبری، شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، وایبر و کانتاکت هستند که VPN هم کمک نمی کند. برخی از ساکنان تاجیکستان با وجود آمدن چنین وضعیت را یک نوع جزای مقامات برای ناراضگی از تلاش بلند برداشتن نرخ استفاده اینترنت در تاجیکستان می‌دانند. چنین نظرها نیز موجودند که با این وسیله حکومت می‌خواهد برخورد ساکنان را به نداشتن اینترنت بسنجد. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می‌شود و احتمال دارد این محدودیت یک نوع تمرین پیشکی قبل از قطع سرتاسری اینترنت پیش از انتخابات باشد. طبیعی است که یگان نتیجه به دست آورده نمی شود، چون که ظاهرا با ستانیدن قصاص می خواهند یک نوع آرامش روانی به دست دارند و به کاربران نشان بدهند که در هر لحظه دلخواه بدون حتی داشتن قرار و دستوری رسمی دسترسی به صفحه های اینترنت را محدود نمایند. من این فرضیه را چندان به حقیقت نزدیک نمی شمارم، زیرا من یگان فایده را از این قصاصگیری نمی بینم. باید بگویم که محدودیت خیلی سخت بود. قبلا شاید امکان این گونه محدودیتی وسیع وجود نداشت. برای مثال خدمات گوگل کار نمی‌کرد، تا یک وقتی معین حتی برنامه جستجوی فعال نبود. برای همین از نگاه من به احتمال غالب اینجا گپ سری آزمایش امکانات نو می‌رود. در خدمات علاقه از شرح این موضوع خودداری می‌کنند، اما سرعت پست اینترنت را در استفاده زیادی فیلتر شکن‌ها می‌دانند. خود آنها صفحه ها را نمی‌بندند. این نتیجه حمله دائمی خکری به مرکز یگانه کموتاسیونی می باشد. طریق موری یگانه‌ای که تامین اینترنت به تمام کشور صورت می‌گیرد و به دولت تعلق دارد. کارشناسان می‌گویند به احتمال زیاد سامانه‌ها از طرف خود مقامات بسته می‌شوند و مرکز یگانه کموتاسیونی واقعاً هم آسیب پذیر است. از نگاه برنامه‌سازان محدودیت پیوسته دسترسی به اینترنت و وجود مرکز یگانه نه تنها باعث از رشد بازماندن تکنولوژی‌ها می شود، بلکه مستقیما به صاحبان ابزارهای اینترنتی ضرر می رساند. تصور کنید تدریجاً مردم بنابر پست بودن سرعت اینترنت برنامه‌های دستگاه‌های خود و مثل ویندوز، آنتی ویروس و تلفن‌های هوشمند را نوسازی نمی‌کنند. ما با تدریج به دولت تبدیل می‌یابیم که فناوری‌های آلوده به ویروس دارد. در این اواخر یک مسئول بلندپایه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست دسترسی به وبسایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی و خدمات گوگل را برقرار کند. هارلم دیزیر افزوده است بدون دسترسی به ممانعت به اینترنت آزادی بیان وجود ندارد.